ورارنزی، متولد کشور رومانی. بازه زمانی جنایت‌ها از 1920 تا 1930. تعداد قربانیان اثبات شده 35 نفر. قاتل سریالی رومانیایی با نام مستعار بیوه سیاه به قتل 35 مرد در اثر مسمومیت با آرسنیک محکوم شد، اما اعتراف کرد که فقط 32 قربانی را به قتل رسانده است. رزی پرکارترین قاتل زن سریالی در جهان است. با این حال اطلاعات کمی در مورد رزی و جنایات او وجود دارد، زیرا اطلاعات شخصی، تاریخ جنایی، سوابق دانشگاهی و غیره همانند آنچه امروزه در دسترس است، فهرست نویسی نشده بود. این باعث شده تا برخی از جرمشناسان به این باور برسند که او فقط شخصیتی افسانه‌ای در تاریخ و سنت رومانیا بوده است. یک شخص واقعی. تد باندی، متولد ایالات متحده آمریکا. بازه زمانی جنایت‌ها از 1974 تا 1978. تعداد قربانیان اثبات شده 35 نفر. تعداد قربانیان احتمالی 36 تا 100 نفر. قاتل سریالی آمریکایی که به خاطر جذابیت و ظاهر خوبش معروف بود. باندی رسما به 30 قتل اعتراف کرد، اما در گذشته به قتل 3536 زن اعتراف کرده بود و برخی تخمین‌ها به 100 قربانی یا بیشتر رسیده است. برای دوبار فرار از زندان و قتل چندین قربانی در یک روز بدنام است. بعضی اوقات قربانی جدید را در ساعت متفاوتی از همان مکان قربانی قبلی میرو بود. وی در سال 1989 توسط صندلی برقی اعدام شد.